آقا سلام، بریم سراغ لیست ها تو پایتون. لیست چیه؟ مثلا داخلش هر مقداری میتونه باشه. مهدی داخل این براکت ها بذار مثلا 16 فلوت هم بکنیم توش، 12 و 0 و همین دیگه. یه دونم دیگه به میگن لیست. داخل این آکولا که نه، براکت. خب براکت مربعی. مربع چی میشه؟ نمیدونم چی میشه. براکت ها داخلش هر نوع دیتا تایپی میتونی بذاری، فرقی نداره. و اینکه هر کدوم از اینا یه آیتم از لیسته. این میشه آیتم صفرم، این میشه یکم، دوم و سوم. شمارش تو برنامه نویسی از صفر شروع میشه. تقریبا تو اکثر پروژه‌ای که وجود دارن لیست هم وجود داره. لیست چه زمانی استفاده میشه؟ برای ذخیره یه آیتم چند آیتم درون یه متغیر. داخل این براکت ها دیگه، براکت رو باز میکنیم و هر مقداری داری و با هر دیتا تایپی توش میتونی وارد کنیم. آیتم های درون یه لیست ایندکس شدن. یعنی چی هن؟ نشانه گذاری شدن. دقیقا مثل استرینگ دیگه. آیتم های درون لیست قابل تغییر هم هستن. یعنی حالا احتمالا لیست و 3 قسمت داره. بعد این ویدیو یا 2 تا ویدیو دیگه فکر کنم داشته باشه لیست. اینکه چجوری به آیتم های داخل لیست دسترسی پیدا کنیم، بتونیم اونا رو تغییر بدیم، حذف کنیم. چنج همون میشه تغییر دیگه. تغییر بدیم، حذف کنیم یا اضافه کنیم بهتون میگم. بعد اینو بدونید که آره داخل لیست میتونید آیتم های داخل لیست رو میتونید تغییر بدید و بهشون دسترسی پیدا کنید. پس لیست قابل تغییر هستند. لیست ها قابل تغییر هستند. آیتم های درون لیست هم گفتم هر نوع دیتا تایپی میتونه باشه. ما به جز لیست 3 تا دیگه دیتا تایپ داریم که برای ذخیره مقدارها استفاده میشه. یعنی توشون میتونیم چند تا آیتم بدیم و ذخیرهشون کنیم. یکیش که همین لیسته، یکی سته، یکی تاپله، یکی دیکشنری. هر کدوم ویژگی خاص خودشونو دارن. مثلا لیست رو گفتیم قابل تغییر، ایندکس شده است یعنی نشانه گذاری شده است. و اینکه آیتم تکراری براش فرقی نداره. من میتونم اینجا 2 بار مهدی رو بنویسم، اصلا براش مهم نیست که مهدی اینجا 2 بار تکرار شده. خب حالا هر کدوم دیگه مثلا تاپل و ست و اینا ویژگی خاص خودشونو دارن که تو ویدیوی مخصوص خودشون بهتون میگم. اینم از این برم. مثلا من الان اینو پرینت کنم. من اگه اینو پرینت کنم نیمو برا من میاره، اصلا براشم مهم نیست. نگاه مهدی 2 بار تکرار شده. حالا تایپش رو بخواید پرینت بگیرم میگه تایپش از نوع لیسته. تایپش هم براتون پرینت بگیرم کلاس لیسته. و اینکه ما یه تابع دیگه داریم برای اینکه بتونیم بفهمیم چند تا آیتم داخل لیستمون داریم. لن پرانتز باز و اسم لیست و متغیر رو بهش میدیم. لن که مخفف لنس، امیدوارم درست نوشته باشم. بگیرم میگه آقا تو 5 تا آیتم داری داخلش. 1 2 3 4 5. حالا این تکراری گفتم اصلا براش مهم نیست. من اینو پاک کنم میگه اینم 4 تا. اینجا براش مهمه، یعنی داخل این که بگه چند تا آیتم داری براش مهمه. ولی اینکه این 2 تا یکیان پس یه دونه حساب کنم این براش مهم نیست. منظورم این. خب اینو پس فهمیدیم که آیتم های داخل لیست میتونه هر نوع دیتا تایپی باشه. از تابع لنس میتونیم تعداد آیتم های یه لیست رو بفهمیم. و اینکه لیست قابل تغییره، میتونیم آیتماشو حذف کنیم، اضافه کنیم و تغییرش بدیم. و اینم از این. تو لیستی فکر کنم 2 پارت دیگه داره. تو ویدیوهای دیگه بیشتر راجع به لیست حرف میزنیم و باهاش کار میکنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی دیگه خداحافظ.